بوشهری ها در قدیم وقتی میرفتن زیارت، حالا زیارت خونه خدا، کربلا یا مشهد، یه مراسم داشتن به نام چاوشی خانی. چاوشی یا چاوشی خانی در اصل یکی از نواهای مذهبی شیعی است که شاید از میشه بگی قرنها پیش به ویژه در مذهب شیعه این رسم در وجود داشته که برای همراهی به بدرقه کسانی که زائر کربلا، اتباط عالیات یا مشهد و زائر خانه خدا بودن، معمولا از افرادی که به عنوان چاوشی خان هستن دعوت میکردن و تو مجالس این بدرقه حضور پیدا می‌کردن. حالا از نظر اصطلاح و خود کلمه چاوشی هم خدمت شما عرضم که در استان بوشهر به عنوان چاوش یا در گویش‌های محلی به عنوان چوشک، مثلا میگفتن که فلانی که 2 روز قبل از رفتنش به کربلا مراسم چوشکونی یا مراسم چوشک داره.